سلام، من نوشین هستم. خیلی ساله که تفننی فال میگیرم و اینکه جدیداً به این فکر کردم که فال بگیرم، برای اینکه در مقابل هر فالی فرد خودشو متعهد بدونه که یه وعده به حیوانای خیابونی غذا بده. ماجرایی که پیش اومد این بود که اکثرا نمیدونن که چجوری باید قهوه فال رو دم کنن و اینکه چجوری باید فنجون رو برگردونن. حالا بحثای سمت راست و سمت چپ و سمت قلب و اینا الکیه، ولی باید یه جوری برگرده که اون کسی که داره فال میگیره بتونه به راحتی بخوره. اولا که برای فال قهوه بهتر از قهوه لایت استفاده بشه. برای یه دونه فنجون قهوه طبعا 1.5 قهوه کافیه. اگه دوست داشتین شکرم بزنید، شکر رو میریزید، با همین هم میزنید اول. بعد من خودم قهوه رو با آب دوست ندارم، با شیر دوست دارم. به اندازه‌ای که مد نظرتون هست فنجونتون شیر میریزین. بعد میذاریمش رو گاز. حتما همه چونم مال عصر حجره. خیلی پیشرفته عمل میکنم.